که اگرچه پس سنگسار جان باخت، اما حالا خیلی او را میشناسند و این سنگسار او را مکنون. در اینجا رخشانه ناله میکند و خواستار کمک است، اما کسی صدای او را نمیشنود و تنها صدایی که به گوش میرسد صدای سنگایی است که بر بدن رخشانه می‌ریزد. با گذشت زمان یافته‌های جدیدی از جریان سنگسار رخشانه پیدا می‌شود. رخشانه خواستگاری داشته و به دلیل اینکه حاضر به ازدواج مجدد نبود، توسط برادر خواستگارش اتهام داشتن رابطه نامشروع برگزیده می‌شود و سرانجام در میان مردم سنگسار می‌شود. حال اعضای شورای علما در ولایت غور در یک تجمع این ایجاد را به شدت می‌خواهند. علما در غور می‌گویند بعد از یک انجام دادن نشان می‌دهد که سنگسار رخشانه غیر اسلامی، غیر مسلمی و غیر قانونی است.